این بوده که توی باشگاه خودش توی قطر یه استخری رو تازه تأسیس میکنه، میرن تو استخر، پاشو میزنه تو آب، بعد به بغلش یه داد میزنه و میگه من انگار برق گرفت، بعد دچار ایست قلبی میشه، چند بار احیاش میکنن، چند ساعت مثل که کاملا قلب از کار، مغز از کار میفته، 4 بار احیاش میکنن و الان در بیمارستانی در قطر هست. بیمارستانش عوض کردن، قراره بیارنش ایران، با دستگاه بیارنش ایران و خب خیلی اوضاع در واقع خطرناکی داره. صابر کاظمی عزیز برای شما سلامتی میکنیم. این بوده که توی باشگاه خودش توی قطر یه استخری رو تازه تأسیس میکنه، میرن تو استخر، پاشو میزنه تو آب، بعد به بغلش یه داد میزنه و میگه من انگار برق گرفت، بعد دچار ایست قلبی میشه، چند بار احیاش میکنن، چند ساعت مثل که کاملا قلب از کار، مغز از کار میفته، 4 بار احیاش میکنن و الان در بیمارستانی در قطر هست. بیمارستانش عوض کردن، قراره بیارنش ایران، با دستگاه بیارنش ایران و خب خیلی اوضاع در واقع خطرناکی داره. صابر کاظمی عزیز برای شما سلامتی میکنیم.